سلام دوستان، یه تفاوت قیمت عجیبی که توی فروشگاه زنجیره اتکا در مشهد من دیدم بهتون بگم. مالتیچ لیمو قیمت درج شده روی خود بطری، قیمت روی بطری مصرف کننده اینجا نوشته 59 تومن. حالا قیمت فاکتوری که به من دادن، مالتیچ لیمو فی 90,000 تومن، 2% تخفیف 72,300 تومن. همین مالتیچ لیمو که سوپری سر کوچه ما 42-43 تومن داره میده. آقایون مسئولین اتکا دارین چی کار میکنین؟